امروز پرسپولیسی ها 6 غایب رو دارند. بازی آغاز میشه. همون ابتدای کار محسن مسلمان جناب بازی رو عوض میکنه برای امید علی شاه. برگشت توپ توسط بازیکن قشقایی. باز هم بازیکن پرسپولیس به سمت چپ حرکت از این بار محرمی به روی دروازه. موقعیت برای بازیکن پرسپولیس، ضربه سره ولادیمیر پریاموف. تعلل بازیکن پرسپولیس میرفت که کار دست اونها بده. مهدی شیری هم به دنبال توپ هست. یه قدری قشقایی ها جلو کشیدن. موقعیت برای بازیکن تیم پرسپولیس، گوشه محوطه جریمه، ضربش رو هم میزنه پریاموف که اسدی درازکش توپو کنترل میکنه. حالا این کار انجام میده در اون محوطه جریمه. فرصت برای بازیکن قشقایی، موقعیت برای گلزنی و توی دروازه گل برای قشقایی شیراز. چه گلی زدن بازیکن قشقایی. به این شکل محمد جواد زاری در اون شلوغی ضربه سرش رو زد و هیچ کاری هم از دستان دروازه‌بان کروات رادوشویچ بر نیامد. این ضربه سر بود. مرتبه اول خودش زد، مرتبه دوم هم همینطور و دروازه پرسپولیسی ها که به این شکل باز شد. از سمت چپ مهدی شیری سر بالا هست برای زارعی. حرکت بازیکن قشقایی، میتونه گل دوم به ثمر برسه یا خیر که این بار توپو برمیگردن یک بار دیگه و کنترل توپ توسط رادوشویچ. احمد نوراللهی حالا با قلدری توپ رو میگیره. پریاموف در اون محوطه جریمه، فرصت برای بازیکن پرسپولیس، ضربه‌اش رو میزنه اما اسدی چه خوب کنترل میکنه ضربه علیپور رو و این سمت کورنر برای پرسپولیسی ها به دست میاد. این سمت هم محسن مسلمان کورنر رو خواهد زد به روی دروازه. موقعیت برای پرسپولیسی ها، ضربه سر از بازیکن قشقایی، باز هم در اون محوطه. فرصت برای پریاموف که این مهاجم اوکراینی باز هم از ضربات سر خودش استفاده میکنه. از سمت راست بازیکن پرسپولیس حرکت میکنن، به روی دروازه میفرستن. پریاموف باز هم ضربه سر خواهد زد یا نه. حالا امید علی شاه ضربهش رو میزنه، خطرناک از بالای دروازه تو به بیرون میره. پشت محوطه جریمه علیپور به تو میفرسته احمد نوراللهی. اسدی هم بیرون اومده، زرنگ و زبلی کرد در واقع نوراللهی. ضربه پای راستیش رو زد جایی که نوراللهی جلو اومده بود و به هر شکل توپش از بالای دروازه به بیرون رفت. نوراللهی عبور میکنه از مدافع مستقیم خودش به زیبایی، میتونه بره دروازه سانچوش انجام بده. این کارم انجام میده. موقعیت خطرناک برای تیم پرسپولیس. علیپور این پا اون پا میکنه، حالا ضربه‌شو میزنه و آفرین به اسدی. درازکش توپ رو کنترل کرد. از سمت چپ نگارنده زارعی، نگارنده در روی محوطه جریمه، میتونه دروازه رو باز کنه. موقعیت برای زرپوشان، مهدی شیری، ضربه مهدی. دو موقعیت پی در پی رو از دست میدن بازیکن قشقایی تا نشون بدن حرفای زیادی برای گفتن دارن. زارعی یه بازیکن جا میگذاره، دومی هم همینطور به تو میزنه. موقعیت برای بازیکن تیم قشقایی به چنگ و دندون توپ رو جلو برد. حالا ضربه پای چپ که ضربه بازیکن قشقایی از کنار دروازه به بیرون میره. مهدی شیری و توپی که کامیابینیا میگیره از شیری، زده حمله برای پرسپولیس سمت راست. پریاموف میتونه ضربه رو بزنه، گوشه محوطه جریمه هست، نگه میداره. حالا ضربهش رو میزنه، خوبم میزنه. ضربه ولادیمیر پریاموف از کنار دروازه خطرناک به بیرون میره. مسلمان چگونه استفاده خواهد کرد در اون محوطه جریمه و توی دروازه زننده گل ولادیمیر پریاموف. ضربه ایستگاهی که مسلمان به این شکل فرستاد دهانه دروازه. پریاموف پرش مناسب و ضربه سری که در گوشه دروازه قشقایی جای میگیره. مسلمان به درون محوطه جریمه، موقعیت برای پرسپولیس. اون شلوغی که اسدی هوشیارانه توپ رو دفع میکنه. مرادی به توپ نمیرسه. خب مرادی خطاش هم مشخص بود، بری بازیکن سرخپوش. حالا پرسپولیسیا ضربه‌ش رو هم میزنن اما اسدی
به زیبایی توپو کنترل میکنه. باز هم حرکت بازیکن قشقایی از سمت راست زیبا حرکت میکنه، در محوطه جریمه میتونه بفرسته، فاصله میگیره توپ از رادوسویچ. باز هم حمله از سرخپوشان، موقعیت برای بازیکن تیم پرسپولیس ربیخا در محوطه جریمه. علیپور، ضربه علیپور تک به تک با اسدی که اسدی توپ رو به بیرون میفرسته. ربیخا میتونه بره دروازه بفرسته، این کارو هم انجام میده بلند، جایی که پریاموف میرفت که ضربه سر رو بزنه. قبل از او زدن بازیکنای قشقایی و محسن مسلمان، چه توپی زد و علی اسدی چه خوب این توپ رو گرفت. کمال کامیابی نیا به روی دروازه، موقعیت برای پرسپولیسیا که ضربه سر بازیکن این تیم از کنار دروازه به بیرون میره. وقتهای تلف شده هم به این شکل به پایان خواهد رسید و 2 وقت اضافه تکلیف صعود کننده رو مشخص خواهد کرد. یا خیر ببینیم زارعی چه میکنه در این صحنه. مهدی شیری از همون میانه زمین میخواد ضربه رو بزنه که رو پاش میان بازیکن پرسپولیس و توپ رو میگیرند از او. مهدی شیری، توپ بین بازیکن دو تیم رد و بدل میشه. حالا پرسپولیس توپ رو برمیدونن، ضربه محکم احمد نوراللهی خواهد زد. خود نوراللهی با پای راست ضربه‌اش میزنه از بالای دروازه، توپ به بیرون میره. موقعیت خطرناکی بود به روی دروازه قشقایی که ضربه نوراللهی زوزه کشان از بالای دروازه به بیرون رفت. فرشاد احمدزاده به نظر میاد مستقیم ضربه‌اش رو خواهد زد. علی اسدی هم آماده است، ضربه رو میزنه لبه دروازه، توپ رو بیرون میکشه اسدی. چه ضربه‌ای زد احمدزاده و چه دفع توپی از علی اسدی. محسن مسلمان پشت محوطه، فرصت برای سرخپوشان. شهاب زادی ضربه‌اش رو میزنه، توپ به بیرون رفته. کمال کامیابی نیا، ماهینی، 2 مدافع مرکزی پرسپولیس پشت محوطه جریمه. نوراللهی، محمد جواد زارعی دروازه پرسپولیس. رادوشویچ، ببینیم چه زمان اجازه میده آقای زاهدی فر. زاهدی ضربه‌اش رو خواهد زد، زاهدی میزنه و توی دروازه گل برای قشقایی. ماهینی و اسدی، نگاه میکنه ماهینی، حرکت خوش انجام میده، با پای راست ضربه‌اش رو میزنه و توی دروازه. ماهینی هم گل میزنه، دورخیز رو انجام میده. اسدی هم درون دروازه هست، چه ولوله از تو ورزشگاه، حالا میزنه و به تیرک میزنه ضربه بازیکن قشقایی. آقای زاهدی فر که حالا اجازه میده ضربه زده بشه، نه صحبت میکنه با دروازه‌بان پرسپولیس، حالا باید بزنه. نوراللهی میزنه و توی دروازه گل برای پرسپولیس. زننده گل نوراللهی. دورخیز خوش انجام داده، ضربه‌اش رو باید بزنه، حالا میزنه و توی دروازه خلاف جهت حرکت رادوشویچ، پس شاباک هم گل میزنه. دورخیز انجام داده پریاموف. آیه زاهدی فر حالا اجازه میده، پریاموف با پای راست میزنه و توی دروازه گل برای پرسپولیس، گل سوم. رضوی و رادوشویچ. رضوی حالا ضربه‌شو میزنه و توی دروازه. هرچی زدن قشقایی خلاف جهت زدن، فقط اون یه پنالتیشون بود که به تیرک خورد. آیه زاهدی اجازه میده، محسن مسلمان میزنه و توی دروازه گل برای پرسپولیس. مهدی شیری با تجربه که هم برای پرسپولیس بازی کرد و هم برای قشقایی، با کوله باری از تجربه، با آمادگی خودش در این سن، خیلی چیزها رو به نمایش کنه. میزنه مهدی و توی دروازه مهدی هم گل میزنه. کمال کامیابی نیا، اسدی درون دروازه، کمال کامیابی میزنه و میگیره دروازه‌بان قشقایی مهمترین پنالتی رو میگیره. فکر میکنم مرادی هست، دورخیش انجام میده، میزنه و توی دروازه چه پنالتی رو میزنه مرادی که میانه زمین جنگید در 120 دقیقه برای قشقایی. فرشاد احمدزاده نیمه دوم که اومد
سر و شکلی داد به خط هافبک تیم پرسپولیس. احمدزاده با پای چپ میزنه و توی دروازه. گل برای احمدزاده و پرسپولیس. رادوشویچ، شریفزاده، خود شریفزاده حالا میزنه و توی دروازه. گل دیگر برای قشقایی. زاهدی و اسدی، اجازه میده آقای زاهدی زاهدی با پای چپ میزنه و میگیره اسدی میگیره و حالا تیم قشقایی بازی رو میبره. اتفاق عجیب در جام حذفی فوتبال کشورمون. قشقایی شیراز پرسپولیس تهران رو شکست میده. اولین اتفاق خاص در جام حذفی امسال، اولین شگفتی، پیروزی قشقایی در مقابل پرسپولیس تهران.